مسئولان امنیتی نیمروز میگویند که 21 تن از بانوان در چوکات نیروهای امنیتی امارات اسلامی در این ولایت فعالیت میکنند. این مسئولان حضور بانوان را در چوکات نیروهای امنیتی حکومت سرپرست یک نیاز جدی می‌دارند. در همین حال شماره از سربازان زن میگویند که بدون کدام تشویش به وظایفشان حاضر می‌شدند. گلبشرو سرپرست خانواده 8 نفری است که به عنوان سرباز در فرماندهی امنیه نیمروز کار می‌کند. او حدود 2 ماه می شود که دوباره به وظیفه فراخوانده شده و خرسند است که مصارف خانواده‌اش را تامین می کند. خدا را شکر بازم سر وظیفه شدیم، بازم به ما خوب است. همین نفر است که بیکار است، اصلا بیکار به خانه خود شیشته است. با این حال شماری دیگر از سربازان زن که دوباره به وظایفشان حاضر شدند میگویند که با خاطر آرام در تامین امنیت ولایت نیمروز فعالیت می کنند. هستیم 12 نفر دمی خدمتی کلیگ ما اصل بس ما از نظارتخانه هستیم، خدمتی به جنایی هستیم. پیلان خواهشی از خواهرای دیگه هم داریم که برگوشه همین امروز هستن، از کشورهای خارجی هستن، پس این سر وظیفهشان حاضر شوند. از سوی هم مسئولان امنیتی نیمروز میگویند که 21 سرباز زن در بخش‌های مختلف فرماندهی امنیه این ولایت